بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. بینندگان گرامی قدر، صحابه‌ای که امروز در مهمانی ماست حضرت جعفر ابن ابی طالب است. این صحابه گرامی قدر را حالا ببینیم که چه خدمت برای این دین خداوند در زندگی خود انجام دادند. حضرت جعفر ابن ابی طالب در ایوان جوانی خود به اسلام عزیز مشرف شدند و یکی از 5 نفری بودند که در مکه مکرمه خیلی به پیامبر رحمت مانندی داشتند. یکی حضرت جعفر بود ابن ابی طالب، دیگری حضرت امام حسن نبیره پیامبر رحمت و دیگری فرزند حضرت عباس قسام. این 5 نفری بودند که به پیامبر رحمت خیلی شباهت داشتند. و حضرت جعفر یکی از فضیلت‌های دیگرش این است که در روزگاری که مسلمان ها خیلی کم بودند، در روزهای اول دعوت پیامبر رحمت به اسلام عزیز مشرف شدند. هم خود و هم همسر خود اسماء و پیامبر رحمت ایمان آوردند به واسطه حضرت ابوبکر رضی الله عنه. خوشا به حال آن نفری که در جوانی پایبند دین خدا هست و این حضرت جعفر ابن ابی طالب برای ما نمونه هست که انشاءالله حالا می‌آموزیم که این جوان چه خدمت‌هایی را برای دین کردند. و جوانا یک نصیحتی که یکی از بزرگان میکند: جوانا ره طاعت امروز گیر که فردا نآید جوانی ز پیر. در جوانی به سوی خداوند آمدن و از اهل ایمان گشتن، اهل تقوا، خیلی مرتبه بزرگی دارد. و این جوان وقتی که در مکه مکرمه قرار داشتند و بالای صحابگان، زمانی که فشارها زیاد شد، زمانی که تعقیبها زیاد شد، مشکلها زیاد شد، آمدن نزد پیامبر رحمت و از پیامبر رحمت خواهش کردند که طلب آنها را قبول کند و آنها هجرت کنند به حبشستان. پیامبر رحمت از بس که این فرزند عمکش بود و در روزهای اول به ایمان مشرف شده بود، خیلی غمگین گشتند، ولیکن اجازه دادند تا به حبشستان سفر کند و حضرت جعفر ابن ابی طالب با همسر خود و بعضی از یاران پیامبر رحمت سفر کردند، هجرت کردند به حبشستان. وقتی آنجا رسیدند و در یک زندگی خوب قرار گرفتند، میگوید حتی همسایه ها با ما خوب رفتار میکردند. زمان این واقعه، این خبر به گوش اهل مکه رسید، اینها خیلی ناراحت شدند و 2 نفر از مردان قوی خود را انتخاب کردند و روان کردند به سوی پادشاه حبشستان نجاشی تا این یاران پیامبر را باز بگردانند به مکه مکرمه. وقتی که آنجا رسیدند، یکی از نماینده ها عمرو ابن عاص بود، دیگر عبدالله ابن ابی ربیع بود. اینها وقتی آنجا رسیدند با خود خیلی هدیه های مال زیادی برده بودند تا به مشاورهای نجاشی آن را هدیه کنند که امروزه رشوه نامیده می شود، تا به سبب این هدیه آنها، رشوه آنها، این یاران پیامبر را بر بگردانند به مکه مکرمه. حالا ببینیم که این صحابه‌ای که در بارش ما صحبت داریم، حضرت جعفر ابن طالب با همون فصاحت زبان خود، با همون جوانی خود ننگریسته، با توکلی که به خداوند داشتند، توانستند که هم خود، هم همسر خود، هم یاران پیامبر را از این ورطه سخت که در حبشستان قرار داشتند بیرون کنند و او را امیر انتخاب کرده بودند. وقتی این نماینده مشرکی، نماینده مکه که به آنجا رسید و از اونها خواست که اینها را بر بگردانند و نجاشی هم یک مجلسی را برپا کرد تا از اصل واقعه خبردار باشد. وقتی که این مجلس برپا شد و امر از نجاشی طلب کرد که این یاران پیامبر را باز بگرداند و گفت اینها نفرانی هستند که از دین پدران ما رو گردانیدگی هستند و نفران بدکار هستند، چنین اونها را وصف کرد تا اونها را بر بگرداند. و مشاورهای نجاشی که مال به دست آورده بودند، هدیه گرفته بودند، رشوه گرفته بودند، در حال این سخن امر را گفتند که بله
می شود که آنها را بر بگردانیم و اینها که قوم آنها هستند، از خشت بر آنها هستند، خود خوبتر می دانند که با آنها چی کنند. اما نجاشی که مردی خیلی ذکی بود، مردی دانا و دانشمند بود، بسیار هم غضبناک شد و گفت تا زمانی که من طرف مقابل را نشنوم من اینها را تسلیم نمی کنم. و این چنین صحابگان یاران پیامبر را نزدیک آوردند، نزدیک نجاشی آوردند و نجاشی از آنها سوال کرد از اون خبری که امر به آنها رسانیده بود و حضرت جعفر در اینجا نماینده مسلمان ها گشت، نماینده یاران پیامبر و خیلی با یک زبان قوی، با یک زبانی که بسیار هم زیبا فهمانید که اینها در کدام حال قرار دارند و قصه خیلی دراز است، طولانی نمی کنیم. اینجا یک مسئله بسیار هم عجیب است که جوانمردی این صحابه گرامی توکلش به خداوند که در یک مقابل گویم یک حکومت قرار میگیرد و اینقدر هدیه ها آورده داده شدگی هست، اما با زبان فصاحت خودش، با زبان خود، با حقیقت جویی خود بیان می‌دارد و خود را از این ورطه و یاران پیامبر را نجات می‌دهد. اینجا بود که حضرت جعفر یک فهمانید که ما مردمی بودیم که بت پرست بودیم، سنگ و چوب را میپرستیدیم و دختران خود را ذل میکردیم، زنده و گور میکردیم. یک پیامبر آمد که ما را از ورطه تاریکی و ضلالت به روشنایی تعلیم داد، ما را به سوی خدا و یکتاپرستی دعوت کرد. و این جمله هایی که حضرت جعفر گفتند به نجاشی قبول کرد، این گفته های آنها را و آنها را تسلیم نکرد. یکی از جوانمردی دیگری که این صحابه گرامی قدر داشت همین بود که در این ساعت سختی توانست که صحابگانی که با او سفر کرده بودند، هجرت کرده بودند، از اونجا نجات بدهد. دیگر فضیلتی که حضرت جعفر داراست، وقتی که از حبشستان به مدینه منوره سفر کرد، در اون زمان که پیامبر رحمت از جنگ خیبر برمیگشت که اونجا پیروزی به دست آمده بود و پیامبر رحمت چنین گفت که من نمیدانم که با پیروز شدن به خیبر خوشحالی کنم یا با قدوم جعفر. این بزرگی حضرت جعفر ابن ابی طالب نشان می‌دهد که پیامبر رحمت و جمع صحابگانی که اونجا بودن همه خوشحال شدند وقتی که از حبشستان به مدینه منوره قدوم فرمود. و دوستان گرامی ببینیم دیگر از فضیلتی که حضرت جعفر دارا بودند شهادت اوست که در راه خداوند چگونه شهادت را نوشید. پیامبر رحمت یک لشکری را تیار کردند که این لشکر عبارت بود از 3000 نفر و در مقابل لشکر روم قرار گرفتند که در بلاد شام این نبرد برپا شد و پیامبر رحمت 3 نفر را اول شده حضرت زید ابن حارثه را سرلشکر ماندند و گفتند اگر رفت و زید شهادت نوشید، بعد از زید حضرت جعفر ابن ابی طالب مانده شود و بعدی که حضرت جعفر اگر شهادت نوشید عبدالله ابن رواحه مانده شود. وقتی که این لشکر سفربر کرده شد به آنجا رسیدند، از طرف رومی ها و نصرانی هایی که از مردم عرب بودند 200,000 نفر شدند در مقابل 3,000 که از یاران پیامبر رحمت بودند و این نبرد خیلی نبرد شدید شد. در ساعتهای اول حضرت زید ابن حارثه به شهادت رسید و بیرق اسلام را حضرت جعفر به دست گرفت تا جایی که دست راستش بریده شد و بیرق را نگذاشت بلکه به دست چپ این بیرق را گرفت و دست چپش هم بریده شد و به صدر خود اون را باز داشت و بیرق را نگذاشت که در زمین افتاد تا جایی که 2 نصف کرده شد. این یک جوانمردی حضرت جعفر ابن ابی طالب بود که در این نبرد نشان داد و بعد از اون هم عبدالله ابن رواحه به شهادت رسید. وقتی که این خبر بر پیامبر رحمت آمد و رسید، پیامبر رحمت خانه هر یک این 3 نفر رفت و تعزیه بیان کرد. وقتی که خانه حضرت جعفر آمد و رخساره پیامبر رحمت را همسر حضرت جعفر دید که خیلی غمگین است و گفت آیا با جعفر چیزی شده است؟ گفت بله، جعفر به شهادت رسید. و اونجا پیامبر رحمت به فرزندان حضرت جعفر دعا کرد که خداوند در عوض حضرت جعفر و دیگر جعفرهای را خداوند بر این امت تقدیم کند. و یک حدیثی که پیامبر رحمت می فرماید که من دیدم جعفر را که در جنت
با جمع از ملائکه ها با 2 بال خود پرواز میکرد. یعنی این شهادت پیامبر بود و شهادت حضرت جعفر که مرتبه بلندی شهادت را خداوند نصیبش گردانید. الله مهربان برای هر یک من و شما یک مقدار هم باشد از غیرت جعفر نصیب کند که در جوانی به اسلام مشرف شدند و خدمت‌های برای این دین کردند، روزهای سخت را از سر گذرانیدند. ما هم که اگر روزگار سختی که بالای هر یک مسلمان می آید، باید این صحابگان گرامی برای ما نمونه باشند، برای ما درس عبرت باشند و الله مهربان یکایک من و شما را به درگاهش نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله.